برنامه جمعی اگر که منظم و خوب برگزار بشه پر از انرژیه، پر از نشاط و پر از شادابیه. این جدایی از بعد معنوی و بعد دینیش دارم میگم. ولی واقعا بعد دینیش خیلی خوب فعال میشه، دیده میشه. به هر حال خیلی از مردمی که میان اینجا اعتقاد بیشتری پیدا میکنن نسبت به هم فرهنگ روزه‌داری، هم فرهنگ افطاری دادن. این سفره‌ای که برگزار میشه و برپا میشه قطعا یمن و برکتی داره. یمن و برکتش هم همین معنویت و نورانیتی که تزریق میشه به مردم و مردم هم میان استفاده میکنن. قطعا همین باعث خیر و برکت میشه. خودشون هم الگو میگیرن، جای مختلف سفره برگزار میکنن. خیلی تاثیر مثبتی داره، هم تو فرهنگ سازی. بالاخره مثلا روزه دارن میان اینجا افطارشون میکنن، خیلی قشنگه. الان مثلا خانم خودم روزه بود، اومدیم اینجا، یه خاطره قشنگی هم شد براش به خاطر همین جایی که اومدیم. ما هم حالا از رامون خونمون محل اینجا نیستیم، بالاخره اومدیم همین منطقه، ولی چون خانم روزه بود مثلا یه چیز خاطره قشنگی براش بود تو ذهنش. واقعا قلبی بگم مردم غزه ظلم بهشون واقع شده. انشالله که تمام مسلمانای جهان کنار همدیگه یه وحدت واقعا محکم برسن که بتونن ثابت کنن به مردم دنیا که ما مسلمانا دوش و دوش پشت هم هستیم و از همدیگه حمایت میکنیم. هر سال در این منطقه به مناسبت عید نوروز ویژه برنامه‌های عید شرقی رو داریم که به دلیل تلاقی ماه مبارک رمضان با اعیاد نوروز ویژه برنامه‌های باغ رمضان رو داریم که تلاقی پیدا کرده با برنامه‌های نوروز و ویژه برنامه‌های در سطح اراضی عباس‌آباد برگزار میشه و هر شب میزبان طیف عظیمی از روزه‌داران هستیم در سطح اراضی عباس‌آباد و در نیمه ماه مبارک رمضان مصادف با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ما سفره ساده افطاری رو بر روی پل طبیعت داریم که به طول 270 متر و میزبان 2500 نفر از روزه‌داران عزیز، اعم از شهروندان و گردشگرانی که از این منطقه فرهنگی و گردشگری بازدید می‌کنند هستیم.